مرتی که کفتار سگ پیر کونچوری که آفریقایی خر اصل نژاد، مسعود حول، فریبرز چسخل، کفتر بیماده، اختاپوس فوشگه در آریوشن. خب اینجا باید زمینای اسب باشه. خب بذار بگیرمش. 1 2 3. یالا جون بکن. آقا گوجردو احساس میکنم یه طرفش داره میچشه. نه بابا تو داری به خودت تلقین میکنی. آقا گوجردو کس نگو، من دارم میبینم اونجا نشستی. یه لحظه صبر کن ببینم این کیه زنگ زده. الو سلام جناب آقای اصل نژاد، من بتول خانومم. نه جانم بفرمایید. وای باعث افتخارمه که دارم با شما صحبت میکنم. بایدم باشه یعنی چیز. آره منم مثل تو. 2 تا زمین کنار استودیوتون هست، میخواستم اونا رو بخرم و همسایتون بشم. به به تا باشه از این خریدارا و همسایه ها. باشه پس من شما رو امروز بعد از ظهر تو بنگاه آقا صفدر میبینم. باشه چشم حتما میام، به امید دیدارت لیدی. آقا گوجردو خیلی خوب لاس میزنی ها. زر نزن بابا، من کار مهمی دارم، باید برم به کارم برسم. یالا یالا. آقا ببخشید بتول خانم نیستن؟ جانم عزیزم بفرما. چی؟ نه پشمام. بابا ایشکاتو گرفته بودم. و صفدر پاچکان. الان یعنی بتول تویی؟ نه دا من صفدر بنگادارم، نسل از نسل و جد در جد بنگادار بودیم، میکردیم تو پاچه ملت میرفت. به یه طرفم که صفدر بنگا داری، من یه عطر $100 زدم که بیام بتول ببینم، بتولمو بده. وی چرا رم کردی؟ لطفا بفرمایید بشینید با هم مسالمت آمیز صحبت کنیم. باشه بتول نمیاد؟ بهت گفتم که بتول منم. ای بابا. خب عزیز جان، همونجور که بهت گفتم پشت تلفن، من میخوام زمینای بغل استودیو رو بخرم. خب زمینای کنار استودیو که مفت نمیارزه، به نظر که سودش واسه منه. اینم آخه قیافش به مادر قهبه ها میخوره، ولی نه بیشتر شبیه اسکولاست. سگ توش. باشه قبول میکنم. خوبه. اما تکلیف قیمت چی میشه؟ قیمتش هر چی تو بگی. معامله با شما باعث افتخاره. پسر اون ملاتو زودتر بردار بیا. توی نفر چرا انقدر چوشت گناده، یعنی چیزه چونت گشاده، ده بکشون فرخونه کوفتیا دیگه. قربان درخته اون طرفو چیکار کنی؟ قطعشون کنی، صافشون کنی، بخوش کنی، بسوزونی. هیچ دست بابت اون درخته اون یه قلم پول نمیده. همشو قطع کنی، صاف کنی، خونه درست کنی، تک تک متراژشون. خره چرا زمینو دادی؟ بعدن گرون بشه کونت نمیسوزه. نه بابا نگران نباش، همشو دادم بیت کوین خریدم. ای بابا اینم دهن ما رو گاییدن از صبح تاله تاپ و توپ. بس دیگه جا کشا. ولی من خیلی تاپ و توپ دوست دارم. اگه اینجوری پیش بره استودیو خراب میشه رو سرمون. بابا شماها چقدر بیفکری، از خداتونم باشه. قرار دوروبرمون خونه ساخته بشه، همسایه های جدید. 3 روز بعد. خب دیگه بعد از چند روز تعطیلی بریم سراغ کارمون. این چیه دیگه خره اسمس کرده؟ پلاک 21؟ دقت نکرده بودم. اینجا چقدر عوض شده، چقدر شلوغ شده. خب حالا پلاک 21 رو کجا پیدا کنم؟ این از این بری. ببخشید پلاک 21 کدومه؟ باید نگاه کنیم. خب مرتی که کفتار سگ پیر کونچوری که آفریقایی، دارم بو نمیکشم که، دارم میبینم. راحت پیدا کردی اینجا رو؟
او کراتوس کرده تو حلقت. ای بابا داداش کراتوس این تبرتو برگردون. وحشتناک بود، خطرناک بود، سوزناک. این همسایه‌های وحشی چی هن دیگه؟ همسایه ها؟ 2 زمین بود خونه درست کردن. مگه چند نفرن؟ برو بیرون رو نگاه کن، اصلا نمیدونی کجا هستی. آخه جای واکسن روی باسن، دکمه‌هات هم چدن به دقیقه بازن. وای سیامیا شدی تو که سیامیا نبودی. موشی کجا رفتی؟ سمت عربستان سعودی. عربستان سعودی مسخره؟ آریوگی والله آریوگی. چه آخه چه خبر؟ چرا اینجا انقدر شلوغ شده؟ بیا برو آخر صف، هممون اینجا صف وایسادیم. آقا برای ما رو خشخاشیش کن. وای چقدر شلوغ شده. آقای شاطر برای من همون همیشگی خشخاشیش کن. وای بازم که تویی بابایی بابا امو بیرم کن تو رو خدا، بیرم کن من گناه دارم. بچه‌تون یه دفعه دیگه بیاد سمت بچه من میدونم با تو. ببخشید آقای کراتوس دیگه تکرار نمیشه. سفتر آخه بگم خدا چی کارت کنه، خونه رو به صغیر و کبیر اجاره داده. سلام تتلو، تو هم اینجا خونه گرفتی؟ به تو چه؟ خونه گرفتن کسی که اصلا به تو ربطی نداره. حالا جوش نیار بابا، فقط میخواستم بپرسم چقدر گرفتی اینجا رو؟ با دلار 33,000 تومانی 1.85 میلیارد. این زمین رو نصف همین قیمت از من گرفت، بعد به همه داره. اوه قلبم. آقای گوجد از شما هم تاچش داره. آره اول که قضیه بتول، حالا که قضیه کلاهبرداری، دیگه خون اون حلال شده. خب صدا دوربین آماده حرکت. سلام دوستان، به محله آریوسن خوش اومده. جایی برای آدم‌های خاص، همه روزه از ساعت 4 تا 6 برای بازدید. جیوز تو الان مونده فقط اینجا از شاشیدن ما پول در بیاری. اونا از کجا فهمیدین؟ من کود و فضلتونم میفروشم. آی این عجب جاکشی ها. من نصف این سیاست داشتم الان خود ترامپ بودم. دوره های جامعه جاکشی وکیل خلد خالی، همین الان ثبت نام کنید. اصلا معلوم نیست اینجا رو چجوری آوردی بالا. با توف. بیا برو با معلوم نیست با تخمت آوردی بالا. اینم پس فردا این متروپول میریزه. آقا چرا حاشیه درست میکنی؟ متروپول که ساختن بعد چند وقت ریخت. خب دوستان عزیز ما اصلا نمیدونیم اینجا چه خبره. شما دوست دارین اینجا اینجوری باشه؟ اگه آره که بهمون بگید. چه خبره آخه؟ میخوای با من ابر انسان فکری